خوش آمدید برادران با کانال انتخاب تج. امروز من درباره خرسی وحشی نقل میکنم. شما هم میدونید چیکاتیلا کی بود؟ ژستوکی مانیاک زیاده از 60 آدم به قتل رسوندگی. این ویدیو اگر معقول شد فکر خودتون در کامنت‌ها حتما بنویسید و لایک رو فراموش نکنید. حیوانات را پیشکش شما میگردونم چخیل آدما رو به قتل میرسونن نه تنها برای خوردن، پروسا برای شوقشون. فکرای شما رو حتما در کامنت‌ها انتظاریم. اینک ما ویدیو را سر کردیم. این історія 1915 سال در یک دهه ژاپنیا رخ دادگی برادرو. دهه سانکیبتسو نه اونقدر دور از دهه یک خرس وحشی زندگی میکرد به نام کساگاگی. وقتی گرسنه میموند جگوری‌های مردم رو میخورد. کار این به مردم دهه خوش نمیومد. خواستن او را به قتل رسونند اما زخمی کردند. خرس برای دور گرفت تا که زخمش ساز شود که از مردم قصدش رو گیرد. ماه دکبر 1915 خرس به دهه برگشت. داخل خانه یک چوپان شد. کودکش را به قتل رساند. حمله به همسرش کرد. وی خود را خواست نجات دهد اما نتوانید. خرس او را به جنگل برد. وقتی چوپان به خانه برگشت دید که زمین و دیوارها پر از خون است. مردم دهه همه به جای حادثه آمدند. همان روز 30 نفر جمع شده با یارق‌های خرد به سوی جنگل روانه شدند چون که خرس را پیدا کنند و پاره‌های زن چوپان بود و خرس را زود پیدا کردند. دوباره به طرفش تیر زدند اما باز هم زخمی کردند. خرس گریخته در فکر افتاد. شکارچیان هم از پشیمان می‌دود. دهه را هیچ کس زشیشت کرده نمی‌تواند. خرس کوه را گذشته دوباره به دهه برگشت. داخل یک خانه شده دو کودک را به قتل رساند و حمله به یک زن حامله‌دار کرد. زن داد و فغان میکرد. هیچ که به دادش نمیرسید. خرس هم او را گوش نمیکرد و خرس او را هم با کودکش به قتل رساند. وقتی شکارچی‌ها به دهه برگشتند آنها فهمیدند که خطای کلان کرده‌اند. داخل آن خانه شدند اما مرده‌ها را پیدا کردند. مردم دیگر چیکار کردنشان را ندانستند. بسیار از آنها دهه را ترک کردند. در مدت کوتاه خرس چندین نفر را به قتل رساند. خبر این دهه به گوش یک شکارست معروف رسید که در دهه سانکیبتسو یک خرس چندین نفر را به قتل رساند و شکارچیان چند دهه یکجا شده خرس را توانستند که به قتل رسانند. کسانی را که خرس در دهه زخمی کرده بود و یا آهسته آهسته به هلاکت رسیدند. به همین استوریا تمام شد. برادران подписаться کنید، لایک و کامنتاری ایات نبرید. خواهی که همین نمود استوریا ها پیشکش شما گردد حتما فکرهای خود را در کامنتاری نویسید.